باز هم خوش آمدید دوستان عزیز. خداوند را سپاسگزار هستیم فرصت دیگری بر ما عطا کرد تا در خدمت شما باشیم. باز هم جای خوشی است که استاد محترم را امروز هم در حضور خود داریم. در تاریکی مشکلات نور عقل است که روشنی می‌دهد که انسان‌ها با بصیرت در روشنایی آن عواقب امور را درک می‌کنند. می‌پردازیم به سوال امروز خود. استاد محترم خیلی ها بازم خوش آمدید به برنامه. شب قدر چه فضیلت دارد و کدام شب‌های رمضان می‌توانیم که شب را جستجو کنیم؟ تشکر. یک تعبیر ما می‌خوایم میگه که هر شب قدر است اگر قدرش بدانی. بنان تلاش بکنیم همیشه ما باید اعمال صالحه خدا نزد خدای خود ببریم و خصوصا در ایام خجسته ماه مبارک رمضان تلاش باید بکنیم که هر قدر میتونیم در خودسازی خود و مجتمع خود و اخلاق خود و زیربنای خود تلاش بکنیم. ولی پروردگار ما رحیم و مهربان است. در یکی از روزها پیغمبر علیه السلام داستانی را ذکر میکنند از مردمای گذشته ای که 400 سال 700 سال همینطور عمر داشتند و او میفرماید که این امت مقاومتش بسیار محدود است و اون ظرفیت هایی که باید بوده باشه چگونه او را به دست بیارن تا که ثواب بسیار بزرگی را کمایی بکنند. خداوند متعال به نزول قرآن کریم یک شبی را نصیب امت اسلامی میکند که برابری میکنه به 1000 ماه، یعنی بیش از 80 چند سال. و این بزرگی در حقیقت از قرآن کریم میگیرد. کتاب الله که انگامی که در شبی که نازل میشد و شب را ارج میگذارد و برابرش میکنه با 1000 ماه. و این 1000 هم برای تهدید نیست بلکه برای تأکید است که میتونیم بگویم که شب قدر از میلیون ها سال ارزشمندتر است. و در رمضانی که قرآن نازل شده است این ماه را ولو که در شهور حرم نیست، ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، در 4 ماه با عزت ماه مبارک رمضان نیست، ولی قرآن کریم که در ماه مبارک رمضان نازل می شود چنان ارج و بزرگی نصیب از این ماه می شود که نسبت به هر ماه دیگری جایگاهش بالاتر و عظیمتر است. پس می بینیم که به امتی که این ماه داده شده است 500 سال پیش نسبت به امتهای دیگری جنت می روند. به عین شکلش ما می بینیم که خداوند متعال کسی که این کتاب را در سینیش می گیرد برش می فرماید که پیامبر خدا علیه السلام من قرأ القرآن و عمل بما فیه البس والداه تاجا یوم القیامه، والدینش الله تاج عزت نصیب میکنه و برای خودش میگه که یقال لحافظ القرآن اقرأ وارتق فإن منزلك فی آخر آیت تقرأها، قرآن را بخواه بالا برو، یقینا جای تو در مؤخر قصه است که تو قرآن را خلاص میکنی. و مراد از این پته ها نیست بلکه یک مرحله از حیات به مرحله دیگری است که ما شما در دنیای خود مرحله داریم. یکی همون طفولیت ماست که همیشه با چیزهای کاردستی خوش میشیم نسبت به حقیقت های شی. بنا کسی بر ما یک گودی را بدهد، یک موتر پلاستیکی بدهد با او خوش میشیم، ولی اگر اصل موتر بر ما بدهد چون توان استفاده از او را نداریم خوش نمیشیم با او. ولی بعد جوانی شروع می شود که خواسته های وجود ما متفاوت می شود، هر چیزی مقبول را و زرق و برق حیات را زیاد دوست داریم. بعد می بینیم مرحله ریسفیدی شروع می شود که در اونجا چشم های ما خلاص می شود به حقایق وجود ما و به حقایقی که در گرداگرد ماست و حساس می شود مردم در حق ما و جایگاه بسیار بلند می رود، ولی متاسفانه که فرصت عمل بازجا کمتر می شود. همین رقم مراحل معنوی بسیار بسیار زیادی است که باید یک انسان طی بکنه که علمای تزکیه اونا میگوین که 70,000 حجاب ظلمت در بین انسان و در بین خدا هست و 70,000 حجاب نور در بین انسان و در بین خدا هست و این حجاب ها هر کدامش به طی مراحل خاص خود را دارد و تعبیر انسان از همچو قضایا آسان نیست، ولی یقینا که چون این مراحل را انسان داشته می باشد. در ماه مبارک رمضان
یعنی بود کسب فیوزات رمضانی امی مراحل را بر ما آسان میکند. از جملهش یک شبی است که به نام شب قدر میگیم که شب بسیار با عزت است که قرآن کریم در او نازل شده است و اگر مؤمن به او دست پیدا بکنه در حقیقت یک لحظه ای از او مانند 80 چند سال برابری خواهد کرد. روی اساس است که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم برای ما تشویق میکنه ایامی که غالبا شب قدر در او می باشد میفرماید که شما او را در اخیر در روزی از رمضان جستجو بکنین. بعد میفرماید که در 10 روز اخیر هم شما در روزهای طاق را جستجو بکنین که روزهای 23 21 و 23 و 25 و 27 و 29 هست. باز در این ایام طاق هم ترجیح میدهد و تأکید بیشتر میکنه سر 27 ماه مبارک رمضان و حتی ای که رسول علیه السلام به خاطر که بتانه از فیوزات از این ماه بیشترتر استفاده بکند و تمام ایام طاق را او را استیعاب کرده باشد و گرفته باشد همیشه مبارک اعتکاف می نشست و اعتکاف در حقیقت امو و هدف اساسیش کسب فیوزات لیلت القدر است و امیدوار هستم که ما مسلمان ها هم چی خواهرای ما چی برادرای ما در مجموع کل رمضان را فرصت و اغتنام بدانند، خصوصا ده اخیر رمضان را که پیغمبر علیه السلام استاد می شد کمر خود را به عبادت بسته می کرد، خانواده خود را از خواب بلند می کرد و همه را دستور می داد که استاده شوین و قرآن بخوانین، نماز بگیرین، استغفار بکنین. حتی تا ای که تلقین می داد ذکر را حضرت ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها بر پیغمبر علیه السلام می که یا رسول الله اگر ما این شب را گیر می کنم و خداوند متعال نصیب می کند ما از پروردگارم چی را بخوایم؟ پیامبر خدا علیه السلام برش فرمود که بگو اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. ما هم زیاد گناهکار هستیم، زیاد مشکلات داریم، بسیار خوب خواهد بود که همیشه امی دعا را ورد زبان خود بسازیم اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. شکر سلام محترم.